مبارکه قاف هست. از نظر ترتیب قرآن مجید در بین 114 سوره 50مین سوره هست. تا اینجا از اول قرآن تا اینجا 49 سوره و بعد از این 50مین سوره هست. بعد از این سوره تا آخر قرآن مجید 65 سوره دیگه باقی مانده که این 65 سوره تقریبا 14 تا سوره از اینها مدنی هستند، بقیه همه سوره ها مکی هستند. سوره های مکی سوره های کوچکی هستند و آیاتشون هم کوچک هستند. سوره قاف در ترتیب 50می هست، اما در ترتیب نزول که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد همون اوایل نازل شد. 34مین سوره هست. ابتدا تقریبا 34مین سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم نازل شد. میدانید که سوره های مکی معمولا هم خود سوره ها کوچک هستند، هم آیاتشون قصار و کوچک هستند. اما در سوره های مکی از نظر بلاغی، از نظر وزن سوره، از نظر سجع و وزن، یک وزن خاصی سوره ها دارند، با یک عرض کنم که فصاحت بالا و ترتیب بالای خاصی نازل شدند. اما سوره های مکی نه، مدنی نه. سوره های مدنی سوره های طولانی هستند و در آیاتشون هم آیات بزرگی هست. اونجا این نکته‌ای که در سوره های مکی هست در نظر گرفته نشده. علتش چی است؟ به دلیل اختلاف مخاطبین هست. مخاطبین در مکه قریشی ها و عرب هایی بودند که اینها ادعای فصاحت و بلاغت داشتند، ادعای سجع و قافیه داشتند، ادعاهایی در نظم و نثر کلام داشتند. لذا بر اساس اینها، از این جهت که قرآن از نظر سجع، قافیه، فصاحت، بلاغت از هر جهت از اونها چندین گردن بالاتر باشد، لذا اینجا این نکات بسیار در نظر گرفته شده. اما در مدینه طیبه جریان بیشتر مسائل احکام هست. اینجا حکومت تشکیل شده بود، مخاطبین هم علماء یهود بیشتر بودند، افراد باسواد بودند. لذا اونجا این سجع و قافیه و این مسائل، آیات قصار باشند، وزن رعایت بشه، در نظر گرفته بشه کمتر. بیشتر در این سوره ها عرض کنم که احکام، مسائل، مطالب، و در سوره های مکی بیشتر عقاید، ایمانیات، توحید، قیامت، اخلاق. به همین دلیل در این سوره های آخر قرآن مجید که انشاءالله ما میخوانیم بیشتر بحث قیامت هست و توحید هست، احکام نیست. و باز از نظر یک تقسیم دیگه سوره قاف اولین سوره هست از سوره های مفصل. برای فایده طلاب عرض می کنم یه ترتیبی دیگری هست. سوره های قرآن مجید بر چند قسم هستند. بعضی از سوره ها را میگن طول یا طوال، یعنی سوره های طولانی. سوره های طول یا طوال به اون سوره های گفته میشه و به اون سوره های اطلاق میشه که آیاتشون از 100 آیه خیلی به بالا باشد.
لذا این سوره ها از اول قرآن مجید از بقره تا سوره توبه هست، 7 تا سوره هستند. سوره انفال و توبه یک سوره حساب شده، به دلیل اینکه موضوعشون یکی هست، هر دو درباره جهاد هستند. و حتی سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه که جامع قرآن بود، قرآن مجید را جمع کرد، فرمود من نمیدانم که این 2 تا سوره، چون رسول الله فرمود این سوره را بعد از این سوره بگذارید، نمیدونم اینا 2 تا سوره هستند یا یک سوره هستند. به همین خاطر در وسطشون بسم الله الرحمن الرحیم نوشته نشده، چون این 2 تا سوره از نظر موضوع کاملا موضوعشون یکی هست، موضوع جهاد هست و نبرد با دشمنان. پس اینا 7 تا سوره هستن. سوره فاتحه اینطور نیست، سوره فاتحه به مثابه دیباجه هست، مقدمه برای کل قرآن مجید هست. پس غیر از فاتحه، از بقره تا توبه، اینا 7 تا، اینا را میگن که 7 طوال، 7 سوره طولانی. تقسیم دوم بعد از طوال سوره های میئین هستند. میئین سوره هایی را میگویند که آیات اون سوره ها به 100 تا و به بیش از 100 تا و اگر کمتر از 100 تا باشند چیزی کمتر از 100 تا هستند. 100 آیه‌ای که باشند اونها رو میگن میئین. مثلا سوره مریم جز میئین هست، 98 تا آیه داره. پس حولهایش 100 آیه وقتی که باشند به این سوره میگویند میئین. سوم مثانی به اون سوره های میگویند که آیاتشون خیلی کمتر از 100 تا هست، آیاتشون از 100 تا کمتر هست. مثانی هم به این خاطر میگویند که بار بار اینا تکرار میشن، چون اونا کم هستن، آدم دوست داره بار بار اونا رو بخونه. لذا این سوره ها رو میگن سوره های مثانی. و سوره های مفصل که از قاف شروع میشه، مفصل به اون سوره های میگن که آیاتشون کوچک هستند، آیاتشون بسیار کوچک هستند. مثلا قاف یک آیه، والقرآن المجید یک آیه. آیات اینا بعضی گفتن سوره حجرات، ولی سوره حجرات آیات زیاده، از قاف است. از قاف تا آخر قرآن مجید این سوره های مفصل هستند. و بعض این سوره های مفصل 3 قسم هستند: طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. از سوره قاف تا سوره بروج و السماء ذات البروج اینا طوال مفصل هستند، یعنی آیاتشون کوچک ولی خود سوره مقداری بزرگتر. از بروج تا سوره، از بعد از بروج از طارق تا سوره بینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، تا اینجا اینا رو میگه اوساط مفصل، اینا نسبتا متوسطند. از سوره زلزال اذا زلزلت الارض تا آخر قرآن مجید اینا رو میگن قصار مفصل، اینا کوچک هست، هم سوره کوچک هم آیاتش کوچک. القارعه یک آیه، ما القارعه 2 آیه، و ما ادراک ما القارعه 3 آیه، خود سوره هم کوچک. لذا سوره قاف اولین سوره هست از سوره های مفصل و در رأس طوال مفصل. این سوره ای هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سوره را در نمازهای صبح زیاد میخواند. البته روایت های متفاوتی هست، در بعضی روایت ها صحابی میگه اکثرا رسول الله در نماز صبح سوره قاف میخواند و در بعضی روایت هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز عید سوره قاف را و سوره دهر را میخواندند. و یک صحابی دیگه میفرماید که من قاف را یاد گرفتم از زبان رسول الله در خطبه، هر هفته در خطبه میخواند، خطبه جمعه. لذا سوره ای هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم در نمازهای صبح میخوانده، هم در نمازهای عید میخوانده، هم در خطبه جمعه میخوانده. مطالب این سوره بسیار زیبا هستند. این سوره
مطالبش بیشتر درباره قیامت هست. اصلا از قاف تا آخر قرآن مجید بیشتر این سوره ها درباره قیامت هستند. حالا ربط و مناسبتش با سوره های گذشته، شما در سوره گذشته در سوره محمد و فتح و حجرات بحث جهاد را خواندید. در سوره محمد بود که شما مرد باشید و در مقابل دشمنان بجنگید. در سوره فتح فرمود خداوند به شما فتح و ظفر نصیب بفرماید. در سوره حجرات بعداً فرمود که احکام و قوانین را بعد از اینکه موفق شدید حکومت تشکیل دادید رعایت بکنید و یک سری احکام مربوط به رعیت، مربوط به به راعی، حاکم، همه اینها را رعایت بکنید. حالا در سوره قاف میخوانیم که همان گونه که مشرکین منکر توحید بودند شما با اونها دستور داشتید که بجنگید، منکر قیامت هم بودند. آنها منکر قیامت هم بودند، قیامت را هم قبول نداشتند. لذا در سوره قاف هم دلایلی برای اثبات قیامت هست، دو تا دلیل عقلی. اولین دلیل عقلی تفصیلی هست و دومین دلیل مختصری هست بر اثبات قیامت. و در آخر این سوره برای کفار زجر و سرزنش بیان شده، برای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تسلی بیان شده، موضوع توحید هم در سوره مجدد بیان شده. قاف هم از حروف مقطعات هست، الله عزوجل بهتر مرادش را میفهمد. اما الله میفرماید والقرآن المجید، الله سوگند یاد میکند، قسم به این قرآن مجید. مجید یعنی چه؟ مجید یعنی ذوالمجد، ذوالشرف، قرآنی که دارای مجد و عظمت است، قرآنی که دارای شرف و بزرگی هست. قسم به این قرآن. جواب قسم چیه؟ جواب قسم را بعضی گفتند اثبات قیامت، بعضی گفتند اثبات رسالته. چون که بس قرآن دلیل چیه؟ دلیل حقانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا بعضی گفتند والقرآن المجید لتبعثن، قسم به قرآن مجید، قسم به قرآنی که دارای مجد و شرف است، شما از قبرها فردا بلند میشید. بعد از اینکه بمیرید از قبرها چی میشید؟ دوباره برمیخیزید. بعضی گفتند والقرآن المجید انک جئتهم منذر یا انک لرسول حق، این قرآن مجید شاهد است، گواه است، قسم به این قرآن که ای محمد تو به عنوان پیغمبر منذر آمدی، تو رسول به حق هستی. اما شیخ حسین علی رحمه الله شیخ بزرگوار ما میفرماید که هر دو را که مقدر بکنیم، چون موضوع سوره هم معاد است هم قیامت، اشکالی نداره. ایشون میفرماید اصل جواب قسم اینه والقرآن المجید انک لرسول حق و ان الساعة لآتیه، سوگند به این قرآن ذوالمجد و شرف که شما رسول به حق خدا هستید و قیامت هم برپا می شود، قیامت می آید. پس هر دو، انک لرسول حق و ان الساعة لآتیه. اما مشرکین از دو چیز در تعجب بودند، دو چیز را انکار داشتند. علاوه از اینکه توحید را انکار داشتند، یکی این که برای اونها عجیب بود که کسی به عنوان پیغمبر، به عنوان منذر از جنس خودشون به بشر بیاید. این که پیغمبر بشر بود، انسان بود، این برای بود باعث تعجب بود و انکار. پس منکر رسالت بودند. دوم، اونها می گفتند که انسان که بمیرد و بدنش خراب بشه، استخوانش بپوسد، تبدیل به خاک و خاکستر بشه، این انسان دوباره چطور زنده میشه؟ اینم برای اونها عجیب بود. پس منکر هم چی بودند؟ معاد هم بودند، هم منکر رسالت هم منکر معاد. ابتدا الله عزوجل با نقل قول مشرکین بر عقاید منحرفه اونها زجر بیان میفرماید که اونها چه عقیده باطلی داشتند.
بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بلکه آنها تعجب کردند، برای اونها باعث شگفت و تعجب بود. ان جاءهم منذر منهم، این که پیش آنها آمده ترساننده و بیم دهنده از خودشان، انسانی به عنوان منذر و به عنوان رسول آمده. به همین دلیل اونها گفتند فقال الكافرون هذا شیء عجیب، کافران گفتند این چیز عجیبی است که انسان پیغمبر بشه، این عجیبه. این انکار اول، انکار رسالت. دوم، اذا متنا و کنا ترابا، آیا زمانی که ما بمیریم و تبدیل به خاک بشیم، تبدیل به خاک بشیم، و عنها ذلك رجع بعید، دوباره زنده بشیم، دوباره برمیگردیم. ذلك رجع بعید، این بازگشت بدور از عقله، اصلا عقل اینو قبول نمیکنه که ما تبدیل به چی بشیم؟ به خاک بشیم و دوباره زنده بشیم. الله تعالی جواب میده. خلاصه جواب را خدمت شما عرض کنم. ببینید، کسی نمیتونه دوباره زنده کنه که نه قدرت داشته باشه نه علم داشته باشه. من خدا هر دو را دارم. الله تعالی می فرماید وقتی که شما انسان ها می میرید و خاک بدن شما را می خورد، تبدیل به خاک میشید، استخوان شما تبدیل به خاک میشه یا خاکستر میشید. بعضی انسان ها خاکستر میشند. خیلی از انسان های دنیا هستند، مثل هندوها، مثل سیک ها، مثل بودایی ها، بلاد مختلف شرقی، اینها جنازه های خودشون را چکار میکنند؟ میسوزونند. وقتی که میمیرند جنازه را میارند و آتش روشن میکنند، این جنازه را تبدیل به خاکستر میکنند. پس خیلی جنازه ها هستند که تبدیل به خاکستر میشن، بعدا این خاکسترها را میبرند به دریا میریزند، میبرند به بادها تحویل، هر جایی که باد میوزد اونجا میریزند تا ذرات را به گوشه گوشه دنیا باد ببره. حالا الله چه میفرماید؟ این ذرات چه تبدیل به خاکستر بشه، به هر گوشه ای از دنیا قرار بگیرد. چه این ذرات تبدیل به چی بشه؟ به خاک بشه، در خاک دفنش کنید و این تبدیل به خاک بشه، ذره ذره بشه، بعدا سیل ها بیاد و طوفان ها بیاد و باران ها بیاد و اینها را در هر گوشه از دنیا ببره. ما علم داریم نسبت به همه این ذرات. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما میدانیم آنچه که کم میکند زمین از اینها. زمین چه قسمتش را کم میکند، چه قسمتش را میخورد، تبدیل به زمین میشه، تبدیل به خاک میشه، همه را ما علم داریم. پس خداوند میفرماید ما هم علم داریم و بعد از این میفرماید ما هم قدرت داریم. ببینید آثار قدرت ما را. افلم ینظروا الی السما، آسمان را نگاه کن، زمین را نگاه کن، تصرفات دیگر خداوند که عجیب هستند، بسیار عجیب هستند. ببینید همین که این همه مخلوق روی زمین هست، حالا مقداری ما رویش فکر بکنیم، بعداً به اعجاب این، به عجیب بودنش فکر میرسیم. این همه مخلوق هست، اینا از گرسنگی نمیمیرند. به صورت خودکار خدای تعالی برای اینها نظامی را درست کرده که رزق و روزی و همه چیزشون اونجا به آسمان دستور میده که ابرها را بیار، بارانها را بیار، این بارانها میریزد. زمین را دستور میده که بروید، انواع نباتات، انواع حبوبات، انواع سبزیجات، انواع درختها. حیوانات از زمین ها میخورن، انسان ها از زمین ها میخورن، بعض حیوان ها چاق و فربه میشوند، از اون گوشت استفاده میکنیم، گوشت، نان، از کنم میوه، حبوبات، تمام انواع خوراکی ها برای انواع مخلوقات. بعد این
خوراکی ها مال انسان ها هستند، مال حیوانات هستند، مال درندگان هستند، مال حشرات هستند، مال پرندگان هستند، مال ماهی ها هستند. چی که خدا از همین نظام داره درست میکنه. هیچ یکی را از گرسنگی نمیکشد. این چه قدرت بسیار بزرگی هست. فقط 7-8 میلیارد انسان هست. بقیه مخلوقات که از حساب میلیارد و تریلیارد خیلی بالاتر. چند تا پرنده هست، چند تا عرض کنم چارپا هست، چند تا گوسفند هست، چند تا عرض کنم که مرغ هست، چند تا نمیدونم فلان هست، حشرات هست. همه اینها روزی میخورن. کی به همه اینها میده؟ همه اینها را خدا تک تکشون را میدوند و تک تکشون را روزی میده. پس هم علم دارد هم قدرت داره. انسان به این ظرافت ها نگاه کند، هم به علم او پی میبرد، هم به قدرت او پی میبرد. پس این کاری که میگی بعید هست برای تو انسان ناتوان ضعیف که نه علمی داری نه قدرتی داری، نمیدونی ذره کجا رفت، گم شد. همین کلید خودت گم میشه، نمیدونی کجا شد. ولی خدا که از تک تک این ذرات خبر دارد و قدرتش فوق‌العاده زیاد است، برای خدا چه مشکلی هست؟ همین الان بدن ما را، شما بدن را نگاه بکنید. این بدن از ذرات خاک است، از یک جا نیست، از ذرات مختلفی در دنیا. ببین بدن ما تقویت میشه، روز به روز رشد میکنه. این بدن غذا میاد توش جذب میشه، دوا میاد جذب میشه. این ذرات از کجا هست؟ یک بدن. الان ما ادعا میکنیم در این یک بدن ذرات تمام عالم هست. همین غذایی که شما میخورید، سفره‌ای که جلوی شما پهن میشه، انواع غذا هست. شما فکر بکنید هر غذایی از یک گوشه از دنیا آمده. برنج از پاکستان آمده یا از هندوستان آمده، گوشت از اون سر دنیا آمده، میوهش از اونجا آمده، سبزیش از کجا آمده. همین دوایی که استفاده میکنید، خب این دوا از بوته‌ای، از گیاهی درست شده. این از کدوم جنگل ها این دوا را، اون بوته را گرفتن درست کردن؟ معلوم نیست از جنگل آفریقا است، آسیا است، اون گوشه این گوشه. بالاخره اینا از تمام دنیا جمع میشه، خلاصه میشه، روی سفره ما گذاشته میشه. ما بعد غذا را میل میکنیم، دوا را میل میکنیم، بدن ما التیام میبخشد، بدن ما رشد میکند. اینا تمام ذرات دنیا الان تو بدن ما هست یا نیست؟ وقتی که ذرات دنیا تو بدن ما هست و خدا میدوند از کجا هستن، خود ما فقط استفاده میکنیم، نمیدونیم. وقتی که خدا میدوند از کجا تشکیل شده، وقتی که متلاشی بشه خدا نمیدوند کجا میره، دوباره جمع میکند، با یک کن جمع میکند. لذا اینا دلایل قیامت هستن که خدا در این سوره ها بیان میکنه که بنده من، انسان باور کن که چنین اتفاقی میفته، لذا برای اون روز آمادگی کن. الله میفرماید قد علمنا، همانا ما میدانیم، ما تنقص الارض منهم، آنچه که کم میکند زمین از آنها. ای ما تأکل الارض من لحومهم و دمائهم و عظامهم لا يعزب عن علمنا شيء. از گوشتشان، از استخوانشان، از بدنشان، اجزای بدنشان، هر چه زمین میخورد بر علم ما پوشیده نیست، غایب نیست. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، همانا ما میدانیم آنچه که کم میکند زمین از آنان. و عندنا کتاب حفیظ، نزد ما کتابی است که همه چیز را حفظ میکنه، ثبت میکنه. این کتاب لوح محفوظ علم خداست. اما ببین این دلایل هست، انسان بیچاره بل کذبوا بالحق لما جاءهم، اینا تکذیب کردند مخاطبین اولین قرآن حق را وقتی که پیششان آمد. فهم فی امر مریج، اما در همون تکذیب خودشون قاطع نیستند، سرگردانند. فهم فی امر مریج، البته مریج را دو ترجمه میکنم. یک ترجمه این که مضطرب، اینا در امری قرار گرفتن که خودشون پریشانند،
نمیدونن قبول بکنند یا نکنند. به همین خاطر مشرکین درباره قیامت اختلاف داشتند، با خود درگیر بودن، در درون خودشون درگیر بودن. گاهی قسم میخوردن که قیامتی اصلا نیست. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من یموت. قسم میخوردن، قسم غلیظ، که خدا بعد از این که انسان بمیرد دوباره زندهش نمیکنه. گاهی شک بود، میگفتن نه، ولئن رجعتو ولئن رددتو، اگر برگردانده شوم، اگر دوباره ردی باشد و بازگشتی باشد و حیات دیگری باشد، اون وقت حال من خوب خواهد بود. در دنیا حال من خوبه، اونجا هم خوبه. لذا با شک و تردید گاهی میگفتن. پس فهم فی امر مریج یعنی چه؟ فی امر مضطرب، پریشان، سرگردان. اما یک تفسیر دیگه، فهم فی امر مریج ای فی امر فاسد، اینها در آب فاسدی قدم گذاشتن. فی امر فاسد، در مسیر غلطی. مریج یقال مرجت امانات الناس ای افسدت، امانات مردم یعنی خراب شد. پس اینها در نظر باطلی هستند، در نظریه فاسدی هستند که تکذیب میکنن حق را. حالا الله عزوجل دلیل دیگر، یک دلیل علم خدا، یک دلیل دیگر قدرت خدا. و از لابلای این قدرت باز خدای تعالی یک دلیل دیگری از لابلای دلیل در دلیل. سبحان الله. من خلاصش را میگم، آیه را میخوانم، شما بهتر میفهمید. اولا خداوند میفرماید ببینید، از آسمان را بالا درست کردیم، زمین را پایین درست کردیم، و چه آثار قدرتی، آثاری که باعث روشنایی چشم و قلب شما میشه اگر دقت کنید، اگر تفکر بکنید. هم در آسمان ها مثل خورشید، ماه، ستاره هستن، افلاک هستن، اون نظمی هست که همیشه اون نظم را بنده مثال عرض میکنم. و همچنین در زمین هستن کوه ها، دشت، دمن، جنگل، دریاست. اینا همه آثار هستن. علاوه از این آثار، از آسمان باران میاد، از زمین همه چیز می روید که قبلا عرض کردم. اینا همه دلایل قدرت هستن. اما از میان و لابلای دلیل یک دلیل دیگه هم به صورت جمله معترضه. ببینید، از آسمان آب میاد، زمین مرده زنده میشه. کی این مرده را زنده کرد؟ الله. همین الله انسان مرده را هم چی میکنه؟ زنده میکنه. لذا الله میفرماید افلم ینظروا الی السماء، آیا نمی بینن به آسمان، فوقهم، بالای سرشان، کیف بنیناها، چگونه ما بنا کردیم اون آسمان را، و زیناها، آراسته کردیم. چقدر زیباست. وقتی که انسان میره به تماشای آسمان، بالخصوص جاهایی که برق و لامپی نیست، فقط لامپ‌های آسمان هستند، نورافکن‌های خدایی هستند، انسان لذت میبره، یک آرامش خاصی به انسان دست میده. چقدر زیباست. و ما لها من فروج، برای آن آسمان هیچ شکافی نیست، هیچ پاریدگی، سوراخی نیست. والارض مددناها، و همچنین زمین را ما کشیدیم، زمین را یعنی پهن کردیم. و القینا فیها رواسی، و انداختیم در اون زمین میخهایی، یعنی کوها را خدا نصب کرد، مثل میخ کرد بر زمین که زمین تکان نخورد. و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. و بعد از آثار قدرت ما دیگه اینه که ما در زمین رویاندیم از هر نوع، زوج یعنی نوع، قسم، بهیج یعنی تر و تازه، هر چی تر و تازه، با چه زیبایی، با چه شادابی، با چه تر و تازگی برای شما در زمین رویاندیم. همه اینها برای چی هستند؟ انسان تبصرة و ذکر، برای فهم و تذکر. تبصره برای بصیرت. بصیرت چی را میگن؟ فهم و بینایی قلب. بینایی قلب یعنی چه؟ فهم. برای اینها وسیله هستن برای فهم شما
و ذکر برای پند و تذکر شما. اما کی میفهمد؟ کی از اینها چشمش قلبش بینا میشه، روشن میشه، تذکر میگیرد، پند میگیرد؟ لکل عبد منیب، اینها موجب بینایی و پند هستن برای هر بنده‌ای که در وجودش عناد نباشه، تعصب نباشه، انابت و حق طلبی باشد. این سوره را میبینید که عرض کنم شدت سوره که به صورت کوبنده بکوبد مثل بقیه سوره های مکی نیست، چون عرض کردم این 34مین سوره است، اوایل نازل شد، هنوز درگیری ها شروع نشده بود. به صورت بالاخره نرم مسئله تفهیم میشه، تشویق، ترغیب. بعضی سوره ها که خداوند میکوبد اون زمانی است که مشرکین مکه از جاهای دیگه خط میگیره، هی معارضه میکنه، هی بحث میکنه. اونجا یعنی قرآن مجید کاملا نزولش مطابق احوال مخاطبین هست. لذا الله میفرماید همه اینها برای هر بنده‌ای که در وجودش اناد نباشه، تعصب نباشه، انابت باشه، برای اونها هست. علاوه از این ونزلنا من السماء ماء مبارکا، ما نازل میکنیم یا نازل کردیم از آسمان آب مبارک نازل کردیم، آبی که در اون چه برکاتی هست، اینقدر برکت تمام زمین را سیراب میکنه و تمام زمین را سرسبز. خدا که وقتی میده زیاد میده. همین بارانی که یکی دو شب پیش هست از پریشب و دیشب، چقدر خدا داد. فقط همین منطقه ما چقدر خدا آب زیاد عنایت فرمود. لذا مبارک به همین معنا هست که توش برکات هست. فانبتنا به جنات و حب الحصید، ما رویاندیم به وسیله اون باغات را و حبوباتی که درو میشن. حصید اونی که قطع میشه، یعنی بعد از این که میرسد این دانه چی میشه؟ درو میشه. و همچنین و نخل باسقات، نخل خرما که اینقدر طولانی و قد بلند است، باسقات به معنی طولانی. لها طلع نضید، برای این نخل خرما خوشه‌ای هست که نضید، خرماهایش ته به ته چیده، سر به سر و مرتب و منظم چیده شده. همه اینها برای چی هست؟ رزقا للعباد، برای رزق بندگان ماست، تا بندگان از انواعش که همه ببین چه خرمایی، چه حبوباتی که از این حبوبات برنج، گندم، جو هست، نمیدونم بقیه هرچی که حبوبات، ماشه، عدس، لوبیا، نخود، همه اینها در غذاهای مختلف اینها استفاده میشن. و همچنین باغاتی که انواع میوه ها، انسان وقتی که صبح میره یک میدان عرض کنم که تربار و میدان میوه و میبینه چقدر خدای تعالی چه زیبایی اینجا هست. اصلا میوه‌ای که چیده شدن مرتب هستن، چه زیبایی دارن. لذا الله عزوجل میفرماید رزقا للعباد، همه اینها برای رزق و روزی بندگان هستند. چقدر خدای عزوجل برای بندگان انتظام فرموده، اما بندگان متاسفانه چقدر ناسپاسند. و الله میفرماید یکی از حکمت ها اینه که رزق شما فراهم بشه. حکمت دیگر و احیینا به بلدة میتا، به وسیله همین باران ما زنده کردیم یک شهر مرده ای را. خشک بود زمینش، مرده بود، زنده شد، شاداب شد، بهار روید. کذالک الخروج. این چیه؟ این موضوع محوری سوره هست، مدعای اصلی سوره هست و حاصل و نتیجه کل این دلایل است که ای انسان خروج شما از قبر همچنین است. کذالک الخروج یعنی چه؟
یعنی خروج شما از قبور به همین شکل. عرض کردم در صحیح بخاری روایتی هست که در اون روز در قیامت خدای تعالی دستور میده باران میبارد، باران که میره ته زمین مرده ها تمام زنده میشوند. همینطور که این باران میاد و زمین را چی میکند؟ زنده میکند، مرده ها همه از قبرها میان. پس این مسئله با این دلایل جای انکار ندارد، جای رد و تکذیب ندارد. اما در گذشته خیلی از اقوام تکذیب کردند. اونایی که تکذیب کردند نتیجه تکذیبشون الله تعالی تخویف دنیوی بیان می‌فرماید. تخویف دنیوی اینجا به چه معناست؟ به این معنا که هر کسی که تکذیب کند این دلایل الهی را، سرنوشت او مثل سرنوشت این اقوام. این اقوام شما قبلا خواندید کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کرد قبل از این مشرکین مکه، قریش مکه، مردم عرب. قبل از اینها تکذیب کردند. قوم نوح تکذیب کرد نوح را، اصحاب الرس تکذیب کردند پیغمبر خودشان را، و ثمود تکذیب کرد حضرت صالح را، و عاد تکذیب کرد حضرت هود را، و فرعون تکذیب کرد حضرت موسی و هارون را، و اخوان لوط تکذیب کردند حضرت لوط را، و اصحاب الایکه تکذیب کردند حضرت شعیب را، و قوم تبع یعنی یمنی ها تکذیب کردند پیغمبرشون را. خب بعضی از اینها پیغمبرانشون معلومه، بعضی نیستن. اصحاب الرس یعنی صاحبان چاه. کدوم چاه مراده؟ الله بهتر میدونه، الله مشخص نکرده. بعضی میگویند که چاهی بود در یکی از مناطق، یه پیغمبری برایشون به نام حضرت حنظله بن صفوان. حنظله بن صفوان پیغمبر اینها بود والله اعلم. اصحاب الایکه، ایکه به معنی جنگل انبوه، جنگل گنجان، اشاره به قوم شعیب هست. کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. قوم تبع حمیری قبلا خدمت شما عرض کردم، ما قبلا هم خواندیم که اهم خیر قوم تبع به لقب پادشاهان یمن است، مثل فرعون که لقب پادشاهان مصر است. این تبع حمیری که اسعد ابو کریب بود به اولادش وصیت کرد که منکر پیغمبر نباشید، منکر قیامت نباشید، اما اونها انکار کردن، خدا بر اونها عذاب آورد. حالا عذاب را الله بهتر میدانه. بعضی میگه همین عذابی که در سوره سبا هست، چون این قوم تبع قوم سبا یکیه، همون که در سوره سبا هست. در سوره سبا انشاءالله ما میخوانیم که خداوند برای اینها سیل آورد و تمام باغاتشون، اون باغات پرمیوه، چیزی از اونها نماند، چند تا شورگز ماند. و اثل و شیء من صدر قلیل، چند تا شورگز و چند تا درخت صدر کنر ماند، دیگه چیزی باقی نماند. پس الله میفرمه همه اینها تکذیب کردند. کل کذب الرسل، همه اینها رسول را تکذیب کردند. فحق وعید یعنی ثابت شد بر آنها اون وعید من، اون چی که من ترسوندم اونها را. اون چی بود؟ عذاب. اون عذاب بر اونها چی شد؟ اثبات شد، وعید بر اونها ثابت شد. حال الله عزوجل دوباره زجر و سرزنش می فرماید. ای انسان ها نالایق منکر، ای انسان های نادان، مگر ما این همه انسان را که اولا خلق کردیم بار اول خسته شدیم؟ هنوزم خدا داره خلق میکنه. مگه خسته شدیم که دوباره نتونیم؟ الله عزوجل خسته نمیشه، کل یوم هو فی شأن. لذا الله می فرماید
افعینا بالخلق الاول، آیا ما خسته شدیم با پیدایش اول، با خلق اول خسته نشدیم؟ بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه واقعیت اینه که انسان ها در اشتباه هستند. لبس یعنی خلط، یعنی اشتباه، در شبهه محض بلا دلیل، در اشتباه و در شبهه بدون دلیل هستند. من خلق جدید، از پیدایش جدید. الله می فرماید اینها در شک و شبهه هستند. بعد از این الله عزوجل هم قدرت خودش را بیان میکنه، در لابلای قدرت و ضمن قدرت تخویف اخروی هست، از عذاب آخرت هم بیم میده. الله میفرماید که این انسان را ما پیدا کردیم، از تمام جزئیات انسان، احوال کوچک و بزرگ انسان، ظاهر و باطن انسان، برون و درون انسان ما خبر داریم. از این انسان به او، از خودش به او نزدیکتریم، از شاهرگش به او نزدیکتریم. یعنی انسان ذره از ما غایب نیست. ولقد خلقنا الانسان، همانا ما آفریدیم انسان را، و نعلم ما توسوس به نفسه، و حتی ما میدانیم اون چیزی که نفسش وسوسه میکند، یک تخیلی، یک وسوسه در درونش میاد، از اونم خبر داریم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به این انسان نزدیکتر هستیم به اعتبار علم، نه به اعتبار مکان. خدا از مکان و زمان پاکه، مکان را خود خدا خلق کرده، چطور میاد تو مکان قرار میگیره؟ در مخلوقش قرار نمیگیره. قبل از پیدا کردن مکان خدا کجا بود؟ الله از مکان و زمان پاکه. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از این انسان به اعتبار علم از شاهرگ هم به او نزدیکتر هستیم. و بعد ما انسان را درست کردیم، همونطور که این عالم یک نظمی دارد، یک نظمی در درون انسان هم هست. این نیست که انسان فکر میکنه هر چی دلش بخواد، نه، هر چی از زبان خارج میکنه اینها نوشته میشه، خوب یا بد. اذ یتلقى المتلقیان، اینجا اشاره به انضباط اعمال است، یعنی همه اعمال انسان ثبت و ضبط میشه. وقتی که ملاقات میکنن دوتا ملاقات کننده، یعنی دوتا فرشته، دوتا کرامن کاتبین، که یکی بر شانه راست یکی بر شانه چپ، ملاقات میکنن عن الیمین و عن الشمال قعید، که از راست و از چپ بر انسان نشستند. ما یلفظ من قول، اعمالش را هم میبینند، چه میکند، چه میخواند، چه نگاه میکند، چه گوش میکند، چه فکر میکند، چه عملی با دست انجام میده، چه عملی با پا انجام میده. همه اعمالی که با اعضا و جوارح انجام میده همه را ثبت و ضبط میکنن، و اون چی که میگوید هم تا خارج میشه از زبانش او را هم مینویسند، خوب یا بد، چه امر به معروف، نهی از منکر، تلاوت قرآن، ذکر، پند و موعظه هست، یا دروغ، بهتان، غیبت، ظلم، همه را الله تعالی میفرماید. الله میفرماید ما یلفظ من قول، هیچ سخنی از زبانش، از دهانش خارج نمی کند. لفظ یعنی انداختن چیزی، خارج نمی کند. الا لدیه رقیب عتید، مگر پیش اون انسان نگهبان آماده باش، نگهبان آماده باش هست، تا خارج میشه مینویسد. لذا خلاصه این زندگی انسانه. انسان فکر میکنه بدونی، انسان همیشه تحت مراقبته. برج مراقبت که به وسیله چندین فرشته مدیریت میشه، خوب از هر طرف انسان را احاطه کرده. تا کی؟ میاد و میاد تا روزی که زنده هست. بعدا نوبت این زندگی دنیا شد. این دنیا تمام میشه. و جاءت سکرة الموت بالحق،
آمد سختی مرگ به حق آمد. به حق آمد یعنی حقیقتا آمد، واقعا آمد، میاد، این هیچ که شک ندارد. حالا به این انسان گفته میشه به زبان حال، نه به زبان قال. یقال بلسان الحال ذلك ما كنت منه تحید. این اون چیزی است که تو از این فرار میکردی. انسان هی فرار میکردی که مرگ نیاد، آمد. تا مریض میشدی میرفتی مشهد، میرفتی تهران، میرفتی دکتر، میرفتی ملا، دعا بگیر، دم بگیر، دوا بگیر، بیمارستان برو، اونجا اینجا بهترین غذاها، بهترین دواها، بهترین مقویها، بهترین میوهها، همه اینها برای فرار از مرگ. نه حتی غذای خوبی باشه تا بدونیم که برای ما ضرر داره نمیخوریم، مریض میشیم. لذا بالاخره این مرگی که همش ازش در فراری میاد. ذالک ما کنت منه تحید، از این فرار میکرده. خلاصه انسان میره به قبرش، اون احوال قبر اینجا بیان نشده. بعد از قبر و بعد از برزخ میآید چی؟ قیامت میآید. و نفخ فی الصور، سور دمیده میشه، سور زده شد. یک نکته که شما دقت بفرمایید، در جاهای زیادی، بیشتر قرآن مجید وقتی که احوال قیامت را بیان میفرماید با صیغه ماضی بیان میکنه. مثلا سور دمیده میشه، باید گفته بشه و ینفخ فی الصور، یعنی سور دمیده میشه، نمیگه ینفخ، میگه نفخ فی الصور. انسان برده شد، وسیق الذین، برده شد به سوی بهشت، به سوی جهنم، به او گفته شد، این جواب را داد، در حالی که این هنوز اتفاق نیفتاده، تازه اتفاق میفته. چرا با زبان ماضی؟ به دلیل اینکه از بس این احوالی که گفته میشه یقینی هست، بدون شک هست، اصلا فرض کن که شد. چون ما درباره ماضی هیچ شک نداریم که این اتفاق افتاد، درباره مضارع، درباره مستقبل شک داریم. اینکه دیروز نهار خوردیم شک نداریم، هر کی میدانه. دیروز درس خواندیم شک نداریم. فردا اراده داریم هر دوتا را، ولی میشه یا نمیشه. این فرداش بالاخره یقینی نیست، ولی دیروزش چیه؟ یقینی. پس زمان ماضی یقینیه، زمان مستقبل یقینی نیست. به همین خاطر با صیغه مستقبل که توش که مقداری تردد باشه و شک باشه یاد نمیکنه، باز چه صیغه یاد میکنه؟ ماضی. لذا میفرماید سور دمیده شد، یعنی میشه. ذالک یوم الوعید، این روز روز وعید هست، این روز روزی است که الله از این روز میترساند. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفسی می آید، هر انسان می آید اونجا در اون میدان حاضر میشه. معها سائق و شهید، همراه با این انسان دو تا فرشته هست، یک فرشته سائق هست، یک فرشته دیگه شهید و حاضر هست، یعنی گواه هست. دو تا فرشته، یکی سوقش میده، راهنمایی میکنه برو جلو، یکی دیگه اونجا میاد گواهی بده. هر دو تا فرشته بودن ولی یکی گواهی میده، یکی سخنگو است. در حدیثی آمده، علامه آلوسی در تفسیر روح المانی حدیث را روایت را ذکر کرده، میگه اخرجه ابو نعیم. ابو نعیم این حدیث را تخریج کرده فی الحلیه عن جابر مرفوعا تصریح بان ملک الحسنات و ملک السیئات، این دو نفر، یکی فرشته حسنات است که نیکی های انسان را می نوشته و یکی فرشته سیئات است که بدی ها و گناهان انسان را می نوشته.
احدهما سائق والآخر شهید. یکی از اینها میاد سائق میشه، یکی شهید میشه. بستگی داره، اگه حسنات شما زیاد باشه همون شهید همون فرشته حسنات میشه. میاد میگه ای خدا این همش نماز میخواند، همش تلاوت میکرد، همش امر به معروف نهی از منکر. و اگر خدا نکرده برعکس بشه اون یکی دیگه گواهی میده. لذا الله میفرماید وجاءت كل نفس معها، می آید هر نفسی همراه با اون یک سائق است، یک شهید است. اونجا به انسان گفته میشه ای انسان لقد كنت في غفلة من هذا، همانا بودی در غفلت از این روز یا از این نامه اعمال. الان چشمایت را باز کن. فکشفنا عنك غطاءك، ما دور میکنیم از تو پرده تو را. غطا اون پرده را میگن که چشم ما را گرفته. معلوم میشه که این چشمی که خدا به ما داده، این چشم محدودیت داره. همین چشم چی داره؟ محدودیت داره. همین الان هم شاید پیرامون ما، اطراف ما هم فرشته هست هم جن هست، ولی ما نمیبینیم. در این عالم بالا خدا میدونه چه مخلائقی هست، چه تحولاتی، ولی ما نمیبینیم چون این محدودیت داره. انسان با این چشم خدا را هم نمیبینه. لا تدرک الابصار. اما وقتی که وارد قیامت بشه پرده برداشته میشه. معنیش اون محدودیت، اون چیزایی که نمیدید الان میبینه، اون چیزایی که مشاهده نمیکرد. الان تمام وسائل و مسائل برای ما چی هستند؟ بر دو نوع هستند. یکی عالم غیب، یکی عالم مشاهد. غیب یعنی اون چیزی که از چشمای ما مخفیه و اینها این نیست که از ما دورن چون نمیبینیم، شاید همین جا هستند. چون از بعضی از روایت ها معلوم میشه که همین دریاها بخشی از جهنم قرار میگیرند. همین عالم بالاخره در همین عالم فوق همین آسمان ها همین الان جهنم و بهشت خلق شدند ولی ما نمیبینیم. خب یک عالمی الان عالم غیب هست و یک عالمی عالم مشاهد هست، یعنی ما میبینیم، ما مشاهدیم و اونها چی هستند؟ مشاهدند، یعنی دیده میشوند. اون وقت که این پرده و این غطاء برداشته بشه همه میشن مشاهد، دیگه چیزی به عنوان غیب نمیماند. حتی انسان الله عز و جل را هم میبیند. میاد تو حدیث که خدا میآید و همه انسان ها می ایستند الی آخره. الان تفصیلی هست اون حدیث، بیان نمی کنم. لذا الله تعالی می فرماید فکشفنا عنک غطاءک، ما دور می کنیم از تو پرده چشم تو را. فبصرک اليوم حدید، چشم تو امروز تیزبین، همه چیز را می بیند. اون وقت همه جا را انسان می بیند، بهشت را می بیند، جهنم را می بیند، فرشته را می بیند، تمام اون چیزایی که از انسان مخفی بودند می بیند. وقال قرینه هذا ما لدی عتید. انسان دو تا قرین دارد، دو تا همدم دارد. یک قرین از جنس شیاطین هست، یک قرین از جنس ملائکه هست. اون که از جنس ملائکه هست قبلا این بحث را در یه جایی خواندیم. اونی که از جنس ملائکه هست همیشه در دنیا ما را تلقین به خیر میکنن. انسان نماز بخوان، گناه نکن، به این برس، به اون رسیدگی کن، امر به معروف کن، نهی از منکر. همش به همین خاطر این چیزها همش تو ذهن ما خوب هستند، زیبا هستند، چون اون قرین ما را تلقین میکند. اما یک قرین شیطانی هست از جنس شیاطین است، او همش ما را چکار میکنه؟ به سوی گناه. حالا بستگی در انسان باید، چون یک مقدار انسان خودش اختیاراتی داره در دنیا، انسان باید مجاهده بکنه، قربانی بده، سختی ها را تحمل بکنه تا کاملا اون قرین شیطانی رو چکار بکنه؟ شکست بده.
دیگه هیچ مطالبه از ما نکنه. هر وقتی که مطالبه کرد و اشتباهی کردیم تنبیهش بکنیم. کسی اشتباه میکنه مثلا به خاطر کفاره اشتباهش بره 20 رکعت نماز بخونه، 100 رکعت نماز بخونه تا خوب تنبیه بشه، بره چند میلیون در راه خدا صدقه بکنه تا دوباره انسان را وادار به گناه نکنه. پس این روش مبارزه با اون قرین شیطانی است. اونجا در قیامت هر دو قرین در کنار انسان هستند. بستگی داره که انسان کدوم یکی را راضی کرده، در دنیا با کدوم یکی همراهی کرده. لذا الله می فرماید قال قرینه وقال قرینه هذا ما لدی عتید. قرین و همدم او از فرشته میگوید این آن چیزی هست که با من آماده هست، یعنی اعمال نامه‌اش، پرونده تمام اعمال انسان همه نوشته شده، هیچ جای انکار نمیماند. دستور داده میشه القیا فی جهنم کل کفار عنید. شما دو تا فرشته بیندازید در جهنم هر انسان ناسپاس و معاند را. این همه نعمت خدا بهش داد، کتاب هم داد، پیغمبر هم داد، راهنمایی هم کرد، باز هم نافرمانی ما کرد، باز هم شرک، کفر، فساد اخلاق، فساد عمل. بیاندازی شما دوتا. القیا بعضی میگن یک فرشته هست، چون اینجا خواندیم قال قرینه، لذا این کلمه چی هست؟ کلمه تثنیه برای تکرار هست. القیا یعنی تاکیده، تکرار برای تاکیده. بعضی میگن اصلش هست القین، نون تاکیده، اون نون تبدیل به الف شده، اما حقیقتش اینه که نه، دو تا فرشته هستند. شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی استدلال میگیرد از آیه مبارکه سوره رحمان که اونجا هست وقتی که انسان را به جهنم میاندازن یؤخذ بالنواسی والاقدام. این انسان چطور انداخته میشه؟ یک فرشته به ناصیه، به موی پیشانیش میگیره و یک فرشته دیگه به قدمش میگیره، دوتایی پرتش میکنه وسط جهنم. لذا اینجا القیا اون دوتا فرشته را گفته میشه القیا فی جهنم کل کفار عنید. شما دوتا بیاندازید در جهنم هر انسان معاند و ناسپاس را. این انسان چرا به جهنم انداخته میشه؟ ببینید صفات، این صفات جهنمی ها هستند. یک، کفار، ناسپاسی، ناشاکری، همیشه کلمه کفران. دو، اهل عناد، ضدی، متعصب. سه، مناع للخیر، جلوی هر خیر را میگرفت. مناع مبالغه مانع هست، خیلی جلوگیر خیر بود، هیچ راضی نبود هیچ خیری انجام بگیره. تا یکی میخواست صدقه بده مانع میشد، یکی میخواست امر به معروف بکنه مانع میشد، نمیگذاشت. معتد، متجاوز. مریب یعنی سرگردان در شک و تردد، همش شکاک، سرگردان. 5 تا وصف بیان شد، ششمین وصف که عمده ترینش همینه. این انسان دارای این مواصفات کیه؟ الذي جعل مع الله الها آخر، اون انسانی که قرار داد با خدا معبود دیگر را، تنها خدا را عبادت نکرد، دیگران را هم عبادت کرد. لذا این 6 صفته. الله می فرماید فالقیاه فی العذاب الشدید. شما دو تا فرشته بیندازید این انسان را در عذاب شدید. حالا این انسان که بیچاره مستحق جهنم شد، یه رفیقی داشت در دنیا، یک همدم دیگری داشت. اون همدمش کی بود؟ همدم شیطانی. او الان میلرزه، دست و پایش میلرزه، میبینه که برای این رفیق من بود، من در کنارش بودم، من همش
این را گمراه میکردم به سوی شرک، به سوی کفر، به سوی فساد اخلاقی، فساد عملی. همش من او را میبردم، اونم از من حرف گوش میکرد. خب الان این را که میندازم هر دو باید با هم باشند. او برای خودش میترسه، او اینو میگه تا اون انداخته نشه. از اینجا معلوم میشه که شیاطین با انسانها در جهنم یک جا هستند. بحثی مفصلی تو تفسیر هست، ما چون انشاءالله میخوانیم قرآن را در همین مدت تمام بکنیم، همه بحثا نمیشه، گاهی مختصری بنده عرض میکنم که آیا جنات به بهشت و جهنم میروند یا نه. معلوم میشه که جنات با انسانها هم در جهنم همراه هستند، هم در جنت همراه هستند. جنات بد در جهنم، جنات خوب در بهشت. اون وقت انسان اونها رو میبیند. حالا بعضی ها مفسرین بدون دلیل البته نوشتن، بعضی نوشتن اونجا برعکس میشه، ما اونها رو میبینیم اونها ما رو نمیبینند. ولی خب چنین چیزی ثابت نیست، ولی ما میبینیم اونها را. از همین جا خواندیم فکشفنا عنک غطاءک، این غلاف برداشت، تمام ماغابه چی میشه؟ مشاهد میشه. خب در جهنم از همین جا معلوم میشه که در جهنم انداخته میشه. در بهشت درباره حوریه های بهشتی انشاءالله میخوانیم در سوره رحمان که لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، نه انسانی دست زده اونها را نه جنی. معلوم میشه که تو بهشت جن هست، از اونجا معلوم میشه. لذا این شیطان جنی که انسان را گمراه کرده الان به دست و پا افتاده، میلرزه، او میخواد خودش را تبرئه بکنه. چی میگه؟ قال قرینه ربنا ما اطغیته، قرین و همدم و همراهش در دنیا بوده، او میگه ربنا بار الها ما اطغیته، من او را جبران گمراه نکردم، من مجبورش نکردم گمراه بشه، ولکن کان فی ضلال بعید، اما خودش در گمراهی بدور از حق بود. از من یک اشاره بود، خودش گمراه بود. الله میفرماید نه دیگه بحث نکنید. قال لا تختصموا لدی، پیش من با هم دیگه بحث نکنید، خصومت نکنید، جدل نکنید. وقد قدمت الیکم بالوعید، من قبلا به شما، برای شما وعید فرستاده بودم، تهدید فرستاده بودم. اون وعید چیه؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، جهنم باید پرشه. لذا شما هر دو برید، با من بحث، جلوی من بحث نکنید. وقد قدمت الیکم بالوعید ما یبدل القول لدی. الان این فیصله دیگه تبدیل نمیشه. قول مراد چیه؟ بنویسید فیصله عذاب. فیصله عذاب دیگه قابل تغییر نیست. و ما انا بظلم، بعضی میگه القول الف لام عهدی است، همین قولی که اول خدا فرمود القیا بیاندازید، همین که شما را الان میاندازند، این دیگه قابل تغییر نیست. پس فیصله عذاب قابل تغییر نیست. و ما انا بظلام للعبید، من ظلم کننده بر بندگان نیستم، خود بندگانن که بر خود ظلم میکنند. خب این تخویف بود، تخویف برای انسان منکر، انسانی که منکر قیامت باشد در عمل هم فساد می کند. این نتیجه یوم نقول لجهنم، بازم تخویف ادامه در روزی که ما به جهنم میگیم هل امتلأت، جهنم پر شدی. این کلمه جهنم و جنت هر دو مؤنث هستند، تأنیث مؤنث معنویه. و تقول هل من مزید، جهنم میگه بیشتر از این ممکن است. این هل استفهام طلبی است، یعنی بیشتر میخوام. جهنم چنان برای انسانهای متمرد تشنه و عصبانی است، بیشتر میخوام، اینا کمه. همه را میدن به جهنم تحویل میده، آخر خدای عزوجل به صورت دیگه اون آتشش را برطرف میکنه که در حدیث آمده. خب تا اینجا تخویف بود، تا اینجا از کنم ذکر عذاب بود. بعد از این
ذکر بهشت. الله می فرماید و ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، نزدیک قرار داده میشه بهشت برای متقیان. مستحقین بهشت کیا هستند؟ متقین. به همین خاطر همیشه توصیه میکنم به خودم و به شما، اوصی نفسی و ایاکم بتقوى الله. اگر میخوایم به بهشت بریم، در زندگی از اول زندگی تا روزی که زنده هستیم همش دنبال تقوا باشیم، ببینیم تقوا از چه راهی حاصل میشه، چون الله تعالی هر جا عجین کرده تقوا را با بهشت. و ازلفت الجنة للمتقین، نزدیک قرار داده میشه بهشت برای متقیان غیر بعید، ای ازلافا غیر بعید، نزدیکیه که دور نیست. اونجا گفته میشه به انسان هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. بعضی از صفات متقین را بخوانید و به این شکل در بیایید، خودتون را تطبیق بدید با این صفات، من و شما. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، گفته میشه این بهشت آن چیزی است که وعده داده میشدید شما. لكل اواب، شما یعنی کی؟ هر انسان اواب حفیظ. اواب معنیش هست به کثرت رجوع کننده، معنی لفظی را اول عرض میکنم. اواب اونه که بار بار به خدا رجوع میکنه. حفیظ اونه که حدود الهی را چی میکنه؟ حفظ میکنه. خدا میگه نماز، میگه چشم، زکات چشم، هر دستوری که هست اون حافظ اون هست. از اواب معلوم میشه بار بار رجوع میکنه، یعنی معصوم نیست، گناه از او سر میزند، اشتباه میکنه، گاهی انسان دچار لغزش میشه ولی فوراً به خدا برمیگرده. اواب بار بار برمیگرده. این معنای لفظی شد. حضرت مجاهد رحمه الله که از کبار مفسرین هست، ایشون زیبا تفسیر کردن. ببینید اینها متقین هستن. قال مجاهد الا انبئک بالاواب الحفیظ، شاگرد به تو بگم اواب حفیظ کیه؟ او لابد گفت بفرما استاد، گوش میکنم. فرمود هو الرجل یذکر ذنبه اذا خلا فیستغفر الله تعالی منه. اواب حفیظ کیه؟ اون انسانی که وقتی که تنها میشه با خدایش خلوت میکنه، بالخصوص این اضافه میکنم نیمه شب که اون وقت فکر انسان خوب کار میکنه، ذهن انسان جمع میشه، استراحت کرده، به هر چی فکر میکنه به یادش میاد. وقتی که با ربش خلوت میکنه، هو الرجل یذکر ذنبه اذا خلا، وقتی که با ربش خلوت میکنه فیستغفر الله تعالی منه، از الله آمرزش میخواد، استغفار میخواد، خدای ببخش اشتباه کردم، غلط کردم، دیگه انجام نمیدم. این هست اواب حفیظ. اون نیست که گناه نکرده، گناه کرده اما برای گناهش آمرزش میخواهد. و بعض ادامه متقین، اینا صفات متقین هستند. من خشی الرحمن بالغیب، اون کسی است اواب حفیظ که از خدای مهربان میترسد، ندیده و میترسد. خدا مهربان است ولی مهربانی خدا ما را مغرور نکند. همونطور که خدا مهربان است هم بترسیم، مهربان است ولی باز هم بترسیم. لذا اواب حفیظ یا متقیان آنهایی هستند که من خشی الرحمن بالغیب، اون انسانی است که میترسد از خدای مهربان، بالغیب یعنی ندیده میترسد. و جاء بقلب منیب، پیش الله عزوجل می آید با قلبی که در اون قلبش انابت است، رجوع به طرف الله است و نسبت به خدا پشت نمیده، قلبش همیشه متوجه خدا است. خوشا به حال اون قلبی که همیشه خدا را استحضار داشته باشد. این انسان با این قلب منیب و پاک، با این قلب زیبا، وقتی که روز قیامت پیش الله عزوجل میاد،
به این انسان چه گفته میشه؟ یقال له، به اون انسان ها گفته میشه ادخلوها بسلام. ای انسان های متقی، ای انسان های منیب، ای انسان های پرهیزگار، داخل اون بهشت بشید بسلام، همراه با سلامتی، یعنی هیچ خطری شما را تهدید نمی کند. خدای برای چند روز، برای چند سال؟ ذالک یوم الخلود، این روز روز خلود است، روز همیشگی هست، برای همیشه. اونجا به انسان چه میرسد؟ لهم ما یشاءون فیها، برای این انسان هست آنچه که میخواهند در آن بهشت برایشان فراهم میشه. ولدینا مزید، پیش ما اضافه از اون هم هست، بیشتر از اون هم هست. یعنی چه؟ یعنی هر چی که تو بخوای، خیلی چیزا هستن به ذهنت نمیرسه، خدا خودش میده. بعضی تفسیر میکنن ولدین مزید را به دیدار الهی، به زیارت رب سبحانه و تعالی. خدای تعالی در روز قیامت به انسان هر چی که میگه انسان اشتها میکند، ادعا میکند، مطالبه میکند، میخواهد، همه را بهش میده. آخر میگه انسان بنده چیزی مانده؟ میگه نه یا رب، هر چی که من گفتم، هر چی که در دلم بود، هر چی که اشتهایش را داشتم به من عطا فرمودی، هیچی باقی نمانده. الله عزوجل میفرماید نه، یک چیز مانده. لدینا مزید، اینه که اضافه بر سازمان، اضافه بر اون چیزی که شما میخواهید، ما از خود هم میدیم چیزایی. انسان میگه اون چیه خدایا؟ میگه دیدار من. الله عزوجل اونطوری که شأنش هست، لایق پروردگار مهربان هست، الله تعالی تجلی میشه جلوی بندگان بهشتی به شکلی و به هیئت زیبایی که انسانها وقتی که میبینند، انسانها تعجب میکنند و انسانها چنان لذت میبرند، چنان محو میشند در دیدار رب مهربانشان که این انسانها میگن خدایا دیگه هیچی نمیخوام، همین یکی بس. اما الله عزوجل میفرماید نه، وقتن فوقتن. الان میگن روزهای جمعه بالاخره، همیشه نه، همیشه در ناز و نعمت این دیدار هم گاهی نصیب میشه. لذا الله عزوجل میفرماید ولدینا مزید، یعنی از اون چه که شما میخواهید و از اون چه که شما مطالبه میکنید، پیش ما بیشتر از اون هم هست. و کم اهلکنا قبلهم من قرن. الله عزوجل اینجا تخویف بیان میفرماید. این آیات زیبا را، این مواعظ را، این دلائل را خیلی ها باور ندارند، خیلی ها قبول ندارند. چنانچه در گذشته وقتی که انبیا اینها و امثال اینها را میگفتن، مردم مسخره میکردن. حالا هم میبینیم بعضی وقتا در این فضاهای مجازی وقتی که علما چیزی از عالم غیب میگویند، این انسانهایی که عقلشون تو چشمشون هست و اول و آخر برای اونها همین دنیا هست، مسخره میکنند، مسخره میکنند قیامت را، مسخره میکنند بهشت را، مسخره میکنه. الان متاسفانه الحاد و بیدینی، شک نسبت به قیامت، شک نسبت به مغیبات عالم غیب در میان بالخصوص این قشری که خودش را متمدن میداند، متجدد میداند، پیشرفته میداند، از بقیه یک گردن بالاتر میداند، در میان اینها شک و تردید زیاد است. اینها را همیشه به باد مسخره میگیرد. این آیات برای امثال اینها است و این نوع آیات که خیلی در گذشته بودند، امثال شما تکذیب کردند، به انبیا سخره گرفتند، مسخره کردند،
به مباحثی که به چشم میدیدن به اون مباحث باور نداشتند، خدا ناباور بودند، نسبت به قیامت ناباور بودند، نسبت به رسالت و آنچه که رسول آورده ناباور بودند. ما اونها را مؤاخذه کردیم. ببینید تکلیف اونها را، برید تاریخ بخونید. وقتی که عذاب خدا آمد آیا اونها نجات یافتند؟ بترسید، عبرت بگیرید، هر چیز را به مسخره نگیرید. خیلی چیزها هستند. دنیا این دنیایی که ما داریم خیلی کوچکه، خیلی دنیای بزرگتری از این هست. خیلی چیزهایی است که هنوز در خواب ندیدیم. اصلا فکر کنید، ما همیشه یک قیاسی و یک تشبیه میگیم که فکر کنید انسان یک عالمی غیر از این عالم داشت، اون را که همه باور دارند. عالم رحم، عالم بطن مادر، شکم مادر. یه زمانی انسان تو شکم مادر بود. اون شکم مادر برایش یک دنیایی بود. اونجا لوله وصل بود، مستقیما میخورد هر چی که نیازش بود. بالاخره هیچ مریض نمیشد، جایش نرم و گرم، مگر اینکه مادر اگر مریض بشه اون جنین در شکم مریض میشه. هیچ خطری برایش او را تهدید نمیکرد. اما یک زمانی رسید که مرحله شکم مادر تمام میشه، باید این بچه بیاد بیرون. این بچه دلش نمیخواد بیاد بیرون، به زور بیرونش میکنه. وقتی که میارم بیرون چقدر گریه میکنه. این دنیا میاد میبینه چه دنیای عجیب، چقدر بزرگه. فکر میکرد که اول و آخر اونجاست. حالا شما فکر بکنید اگر به این بچه اونجا گفته میشد که بچه جان این زندانه، این شکم مادر چیه؟ زندانه، خیلی کوچکه، یک دنیای بزرگی هست، این همه انسان هست، این همه ساختمانه، این همه ماشینه، این همه کوه و دریاست. اونجا تو اون ذهن کوچولویش جا میگرفت؟ میفهمید یعنی چه؟ نمیفهمید. اگر اونجا به این اندازه درک میده میگفت اینا همه واقعیت نداره، اینا همه افسانه، اینا همه تخیله. اما وقتی که خودش آمد و دید حالا باور میکنه. همچنین اون دنیا نسبت به این دنیا این چنین هست. اونجا میگه به هر انسانی به اندازه این دنیا داده میشه. انسان میگه اینقدر چه کار بکنم؟ خب اونجا معلوم نیست خدا چه ظرفیتی به انسان میده، چه امکاناتی به انسان میده. لذا الله عزوجل به وقتی که به اون دنیا انسان را میبرد، بعدم باور میکنه که هرچه که قرآن میگفت، هرچه که انبیا میگفتن درست بود، من بی خود تکذیب میکردم. لذا این خطاب برای این انسانهای ناباور است. الله میفرماید و کم اهلکنا قبلهم من قرن، چقدرها را ما هلاک کردیم قبل از این مخاطبین از قرون گذشته. هم اشد منهم بطشا، اونها قویتر بودن از اینها، سختتر بودن از نظر قدرت و نیرو. اشد یعنی سختتر بودن از اینها، بطشا از نظر قدرت. فنقبوا فی البلاد، اونا تو شهرها رفتند. نقب سوراخ را میگویند، یعنی وارد شهرها شدند و شهرها را تسخیر کردند، تابع خود قرار دادند. یعنی انسانهای قدرتمند و انسانهای نیرومندی بودند. ولی وقتی که عذاب ما آمد، هل من محیص، آیا برایشون مفری بود؟ جای فرار بود؟ همین فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، وقتی که عذاب ما آمد راه فرار داشت؟ نداشت. پس بقیه فرائنه که مسخره میکنند و انکار میکنند آیات الهی رو، وقتی عذاب بیاید مفری نیست برایشان. بعد از واقع هلاک گذشتگان خدا به چه زیبایی الله نصیحت میکنه.
خیرخواهی میفرماید ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. همانا در این آیات پند هست، پند در واقعه هلاکت اقوام گذشته پند و موعظه هست. برای چه کسانی؟ برای کسانی که عقل و درکی دارن. لمن کان له قلب، برای اون انسانی که قلبی داره. همه انسان ها قلب دارن، منظور عقل درست. او القى السمع و هو شهید، یا اینکه گوش کند اما و هو شهید، با حضور دل گوش کند. شهید یعنی دلش هم چی باشد؟ حاضر بشه. این تا اینجا الله عزوجل دلائل قیامت را بیان فرمود و بعد از دلائل قیامت تخویف برای کسانی که قبول ندارند و تبشیر برای کسانی که تسلیم دارند. بعد از این دوباره الله تعالی دلائل دیگری از قیامت بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام. همانا ما آفریدیم، ما خلق کردیم آسمان ها و زمین را و ما بین آسمان ها و زمین را در مدت 6 روز. و ما مسنا من لغوب، این را بحث نمی کنم چون به تفصیل بحث کردم. و ما مسنا من لغوب، الله می فرماید به ما نرسید هیچ خستگی. از پیدایش آسمان ها و زمین ما خسته نشدیم. در رکوع گذشته هم خواندید افعینا بالخلق الاول، مگر در آفرینش اول خسته شدیم که دوباره شما انسان ها را نتونیم پیدا کنیم؟ و ما مسنا من لغوب، به ما هیچ خستگی دست نداد. حالا الله تعالی رسول مکرم خودش را، معزز خودش را تسلی میده و به او میگه صبر کن، صبر کن. اما صبر تو خالی نه، صبری که به عبادت مشغول بشی. هر وقتی که به ما گفته میشه استقامت کنید، صبر کنید، یعنی مشغول عبادات بشید. الله میفرماید فاصبر علی ما یقولون، صبر کن بر آنچه که میگویند، هر مسخره میکنند صبر کن. اما در کنار صبر این اصل فوز اول است، اصل موفقیت اول است. دوم و سبح بحمد ربک، تسبیح توأم با حمد رب، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، قبل از طلوع خورشید هم قبل از غروب هم. بعضی میگن تسبیح و حمد یعنی نماز، چون در نماز سبحان الله و الحمدلله زیاد هست. پس تسبیح همراه با حمد پروردگار. چه وقت؟ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. بعضی از علما که معتقدند نمازهای پنجگانه در قرآن ذکر شده، یکی از آیاتی که ذکر میکنند همین آیه هست. قبل طلوع الشمس چه نمازی را میخوانید؟ نماز فجر را، نماز صبح را. و قبل الغروب، قبل از غروب خورشید دو نماز هست، یکی عصر، قبل از اون چیه؟ ظهره. پس ظهر و عصر اینجا آمد، قبل طلوع الشمس و فجر اونجا آمد. دو تا دیگه مونده. و من اللیل فسبحه، در شب هم تسبیح او بگو، یعنی او نماز بخوان و در نماز تسبیحات زیاد بخوان، یعنی مغرب و عشاء. و ادبار السجود، یعنی بعد از سجده ها هم نماز بخوان. بعد از سجده ها یعنی چه؟ یعنی بعد از فرائض نوافل بخوان. بعد از فرائض چی بخوان؟ نوافل بیشتر بخوان. لذا خدای تعالی در این آیه 5 نماز را هم بیان فرمود و نوافل را هم بیان فرمود که صبر کن، نماز زیاد بخوان، نفل زیاد بخوان، تسبیح و تحمید در نماز زیاد بشه. اما شیخ حسین علی رحمه الله نظرش با جمهور اینجا فرق داره. ایشون میفرماید که این سوره در اوائل نازل شد. قبلا خدمت شما عرض کردم سوره قاف 34مین سوره هست. در ابتدا نازل شد، در اوائل نازل شد
اون زمان نمازهای پنجگانه نه آمده بود. نمازهای پنجگانه در سفر معراج که رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف بردن 5 سال قبل از هجرت بود. بعضی اینو میگن 5 سال قبل از هجرت بود. لذا این زمان 2 وقت نماز بود در واقع، یکی صبح یکی عصر، و یک نماز دیگه که اون نماز بعضی میگن واجب و فرض بود، نماز تهجد. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، انشاءالله میخوانیم. خدای تعالی درباره تهجد میگه این سوره یا دومی سوره یا سومی سوره است، اوائل نازل. پس اول فقط تهجد بود و 2 وقت، اول روز و آخر روز. پس شیخ میفرماید که تفسیر درست این آیه این هست: فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. چه نمازی هست؟ نماز صبح. و قبل الغروب چه نمازیه؟ عصر. و من اللیل فسبحه، در شب هم نماز زیاد بخوان، یعنی نماز تهجد. و ادبار السجود، بعد از سجده ها، یعنی بعد از فرض نوافل هم زیاد بخوان. پس 3 تا نماز اینجا بیان شده. الله اعلم. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب. بعضی از احوال قیامت را خدای عزوجل طوری ترسیم میفرماید و جوری برای ما بیان میفرماید که گویا با چشم میبینیم با گوش میشنویم. این هم از عرض کنم که بلاغت بدیع و عجیب قرآن مجید هست که اون مسائل اخروی را که مسائل غیب هستند ولی طوری برای من و تو بیان میکنه که گویا میبینی. لذا الله اینجا میفرمه گوش کن به سوره اسرافیل، اصلا احساس میکنی الان داره میگه، یعنی اینقدر یقینی هست. واستمع یوم ینادی المناد من مکان قریب. گوش کن روزی که ندا کننده از مکان قریب، یعنی اسرافیل از مکان بسیار نزدیکی ندا می کند. هر یکی فکر میکنه بیخی گوش من ایستاده. اسرافیل خدا میدونه کجا هست، ولی صدایش چنان جهور و بلند است که شما فکر میکنید کنار من است، من فکر میکنم کنار من است. لذا برای هر یکی مکانش چیه؟ مکان قریبی هست. یوم یسمعون الصیحة بالحق، این بدل است از یوم ینادی المناد. روزی که یسمعون الصیحة، گوش میکنند میشنوند اون فریاد را، یعنی اون سور را میشنوند، بالحق، به حق میشنوند. وقتی که اون سور دمیده میشه الله اعلام میفرماید ذالک یوم الخروج، ای انسان ها این روز خروج از قبور شماست، همه بیایید از قبرها بیرون. الله میفرماید انا نحن نحیی و نمیت، همانا ما هستیم که زنده میکنیم و میمیرانیم، موت و حیات شما به دست ماست. و الینا المصیر، فقط و فقط به سوی ماست رجوع شما، بازگشت شما. لذا انسان آمادگی داری؟ آمادگی کن. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، الله تعالی کیفیتش را بیان میفرماید که کیفیت بازگشت به سوی خدا چطور میشه. زمین شکافته میشه با سرعت، یعنی به محض اینکه اون سور دمیده میشه زمین سوراخ میشه و شکافته میشه، باز میشه و با سرعت مردمان از قبور بیرون میافتند. یوم تشقق الارض عنهم سراعا، روزی که شکافته میشه زمین از آنها، با سرعت شکافته میشه. ذالک حشر علینا یسیر، الله میفرماید این حشر و این جمع شدن شما همه خلائق و همه انسان هاست که بر ما بسیار آسانه، برای ما هیچ سختی نیست. لذا اول تا آخر این سوره چی بود؟ همین که ای انسان حشر شما، زنده شدن شما، دوباره بعث بعد الموت شما برای ما آسانه، ما این کار را انجام میدیم. دلائل بیان شد.
حالا در آخر به پیامبرش الله عزوجل تسلی میده، این همه را میگه اونا مسخره میکنند. چون اونا مسخره میکردن، میگفتن شما اول پدران ما را زنده بکن ببینیم اونها تایید میکنه یا نمیکنه، بعدا نوبت ما میرسه. مسخره میکردن. رسول الله حزین میشد، ناراحت میشد که اینها به جای اقرار و به جای تسلیم اینگونه میگویند. الله تعالی میفرماید که شما ناراحت نباش، تند برخورد هم نکن. معلوم میشه که داعی باید هم نرم باشد هم مهربان باشد. نحن اعلم بما یقولون، ما بهتر میدانیم آنچه که آنها میگویند. و ما انت علیهم بجبار، ای حبیب من، ای رسول من، تو نیستی بر آنان جبار. جبار یعنی تندخو نیستی، غلیظ الطبع نیستی، بلکه مبلغ و ناصح هستی. با خیرخواهی، با ناصحیت تبلیغ کن، بفهمان اینها را، نصیحت کن اینها را. اما چه کسی از این نصیحت پند میگیرد، از این نصیحت متذکر میشه؟ فذکر من یخاف وعید، به وسیله این قرآن پند بده، تذکر بده، نصیحت بکن. چه کسی را؟ اون کسی که از وعید الله میترسد، از این تهدیدهای عذاب. وعید همین تهدیدهای عذاب را میگن. هر کسی که میترسد اون را پند بده. یعنی منظور از قرآن کسانی میترسند که در وجود اونها خشیت باشد. از قرآن پند میگیرن کسانی که در وجود اونها خشیت باشد. پس به وسیله این قرآن اونها را، یکی از این آیه معلوم میشه ما برداشت های مختلفی و استنباطات مختلفی انشاءالله از آیات خواهیم کرد. از این آیه کلام الله مجید معلوم میشه که یکی از شرایط استفاده از قرآن اینه که در وجود ما خشیت باشد، در وجود ما خوف خدا باشد. اگر خوف خدا باشد خوب از قرآن استفاده میکنیم. اگر در وجود ما خوف نباشد از قرآن تذکر لازم را نمیگیریم. چون قرآن گفته فذکر بالقرآن، به وسیله قرآن پند بده. چه کسی را؟ من یخاف وعید، کسانی که از وعید و تهدیدهای اخروی الله عزوجل میترسد. صدق الله مولانا العظیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. پروردگارا إله العالمين يا رب العالمين، بما پند و موعظه و تذکر لازم را از این کلام زیبا عنایت بفرما. پروردگارا آیات قرآن را در رگ و ریشه دلهای ما قرار بده، دلهای ما را بیدار بگردان، دلهای ما را فهم نصیب بگردان. پروردگارا به واقعیت هایی که در این قرآن بیان می‌فرمایی چشمهای ما را باز بگردان. پروردگارا زندگی ما را زندگی قرآنی بگردان، دنیا و آخرت ما را آباد بگردان. مولا از عذاب خودت و از گرفت خودت و از مؤاخذه خودت ما را نجات بده.
ما را به نعمتهای دنیا و آخرت بهره‌مند بفرما. پروردگار از ما راضی باش و ما را در راه رضایت گامزن بفرما. اله العالمین، شرایط استفاده از قرآن ولو اینکه اون شرایط را ما داشته نباشیم، لیاقت استفاده از قرآن ولو اینکه لیاقت را ما داشته نباشیم، به ما عنایت بفرما. تو هستی لیاقت ها را تقسیم میکنی، تو هستی به انسان ها ارزش میدی، تو هستی انسان ها را با ایمان و با تقوا و با توفیق عمل ارزشمند میکنی. پروردگارا این زیبایی ها را، زیبایی های ایمان، تقوا، عمل به همه ما نصیب بگردان. مولا، ما که قرآن را میخوانیم فقط خواندن محض نباشه، توفیق عمل بده، توفیق تذکر بده، خشیت عنایت بفرما، تقوا عنایت بفرما، آمادگی برای ملاقات خودت نصیب بفرما. پروردگارا توفیق آمادگی بده، پروردگارا توفیق تذکر بده، توفیق توبه نصوح عنایت بفرما، توفیق رجوع بار بار عنایت بفرما. ما را اواب حفیظ بگردان، ما را متقین بگردان، ما را از نیکان بگردان، ما را از بندگانی از اونها راضی هستی بگردان. اله العالمین، مشکلات ما را و مشکلات همه مسلمانان را حل بگردان، مصیبت ها را دور بگردان. کسانی که اهل مصیبت هستند مصیبت ها را سرشون بردار، پریشانی ها را دور کن. پروردگار، ملت ما، جامعه ما پریشان هست به خاطر اتفاقاتی که در شهر ما، در کشور ما اتفاق افتاده. پروردگار این التهابات را دور بگردان، پروردگار امنیت و عافیت را برگردان، قضایا را به نفع ما تمام بگردان. پروردگار برای ما فیصله خیر بفرما، برای ما فیصله خیر بفرما. اله العالمین، پروردگارا به حقوق من ما را برسان، به حقوق تضییع شده، ضایع شده ما را برسان. پروردگار، شهدای ما را مغفرت بفرما. یکی از عزیزان و جوانان که الان در راه درمان خودش تازه شهید شد، پروردگار این عزیز را در جوار رحمتت در جنات فردوس جای بده و پدر و مادرش را اجر و صبر عنایت بفرما. مریضان را عافیت عنایت بفرما. عزیزی برای مریضی تقاضای دعا کرد، پروردگار عافیت عنایت بفرما، گذشتگان را غریق رحمت بفرما. اله العالمین، یا رب، همه ما را در راه خیر، در مسیر حق، در مسیر توحید، در مسیر ایمان گامزن بفرما و خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. اساتید ما را، گذشتگان ما را، بالخصوص اساتیدی که در این مدرسه خدمت کردن برای دین، برای قرآن و سنت، اساتیدی که ما از وجود اونها استفاده کردیم، همه را غریق رحمت بفرما. ارواحشان را شاد بگردان، درسخانه های اونها را تا ابد آباد بگردان و این مجموعه را، این مدرسه را و تمام مدارس و تمام مراکز دینی ما را از گزند روزگار، از کید کائدین، از حسد حاسدین محفوظ بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان و آخرت ما را آباد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا رحمن.